مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای سید حارث میر، رئیس عملیاتی اداره مستقل هتراس. سلام و وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه. سلام، وقت شما بخیر، شما به بینندگانتان. ممنون. آقای حارث، من میخوایم بپرسم در نخست، زمانی که تنها در 8 ماه گذشته ما 221 پای شرکت های مخابراتی را شاهد باشیم که تخریب شده باشه، در میان پس مسئولیت و مکلفیت دولت چیست؟ دقیقا مکلفیت و مسئولیت دولت تامین امنیت پایان مخابراتی است. در مجموع نه تنها برای شبکه مخابراتی، برای هر سرمایه گذار دیگه و بالاخره به تمام مردم افغانستان مسئولیت نیروهای امنیتی ما هستند که تامین امنیت بکنن. متاسفانه در بعض جایا این نارسایی های موجود است، کمکاری ها موجود است و بعض وقتا هم هست که پایه های مخابراتی در ساحه های تحت کنترل دولت هم نیست. ما میفهمیم که یک مقدار از سرزمین افغانستان در کلا تحت کنترل دولت نیست و ارائه خدمات مخابراتی خدمات عامل منفعه به تمام مردم افغانستان است. این تنها نیست که در مناطقی که دولت نفوذ داره حاکم است در اونجا ارائه خدمات مخابراتی شود و با باقی مردم افغانستان ارائه خدمات مخابراتی نشه. او در اونجا است، اما متاسفانه در بعض جایا ای است که مخالفین مسلح بر از او پایه‌های مخابراتی صدمه وارد میکنن، حریق و تخریب، و بعضی هم هستند که از زورمندا، باجگیرا و اینا هم به خدمات مخابراتی صدمه میرسانند. بله، خب پرسش اصلی این است که زمانی که تامین امنیت است، مسئولیت ها و مکلفیت های دولت است در مقابل شرکت ها، پس چرا صورت نمیگیره و کمکاری و نارسایی که شما از یاد میکنین وجود داره؟ به گونه مثال، هرات در یک سال اخیر 25 پای شرکت های مخابراتی در اونجا تخریب شده، کندوز، تخار، بدخشان، سمنگان در حدود 15 پایه هست. غور از آغاز امسال در حدود 7 سایت شبکه مخابراتی در اونجا آتش زده شده. پس همین خسارات کی میپردازه؟ خسارات مردم افغانستان. به خاطر از اینکه یایی که یک شرکت دولتی داریم و 4 شرکت خصوصی که است، تمام سرمایه گذاری را که اونا میکنن بالاخره مردم افغانستان پس میپردازیشه و مسئولیت دولت قسمی که پیشتر گفتم تامین امنیت از اینا است. یک استراتژی امنیتی در سال 1390 آماده شده بود به خاطر تامین امنیت شرکت های مخابراتی که در اون وقت تنها 130 پای آنتن تخریب شده بود وقتی که استراتژی تیار شد. متاسفانه بر بعض تغییراتی که در نظام یک اصلاح میآید، امی سلسله در مجموع مسئولیت ها یک قسم گم شده بود. بالاخره امسال با هدایت محترم رئیس جمهور این استراتژی امنیتی دوباره بازنگری میشه که چرا موثریت نداشته. کجا ما در جلساتی که تقریبا 8-9 جلسه تا حال سرش دایر شده، بله، با شرکت های مخابراتی، با تمام ارگان‌های ذی دخل در امنیت تاورهای مخابراتی سرش کار میکنیم تا پیدا کنیم که چی کار باید شود که شرکت مخابراتی داریم مثلا مسئول شوند. بله آقای میر، بیان ریاضی هم صحبت بکنین. آنچنان که گفته میشه که در گذشته این شرکت های مخابراتی چی به مخالفان مسلح دولت بوده، چی هم به زورمندان محلی بوده، اینا باج میدادن، اما اکنون که اینا نمیتن، به یک بارگی سطح تخریب پایه ها، آتش زدن سایت های شبکه های مخابراتی افزایش پیدا کرده. متاسفانه در این اواخر کلگی یک قسم یک برداشت از این پیدا کردن که خدمات مخابراتی بعضا میگن که بعض صحت مضر است، بعضی میگن که از طریق از اینا ما ردیابی میشیم، بعض کسا میگن که برشون پول داده شود. خلاصه در این وقتا فشار سر شرکت های مخابراتی ما، سر خدمات عامل منفعه ما در مجموع زیاد شده. اما این جایی را که شما یاد کردین که خدمات قطع شده، معلوم دارین جایی است که عملا در اونجا جنگ جریان داره و متاسفانه
مخالفین مسلح اما در ما جایی در که جنگ ولایت‌هایی که میکنن. بر شما یادآوری کردم در همه از این ولایت‌ها جنگ نیست در حال حاضر. چرا شندن جنگ است، هرات جنگ است، فرا یک جای ناامن است. ما هفته پیشتر فرا رفته بودم به خاطر بازیابی مشکلات مردم فرا. خدمات مردم فرا تنها 4 ساعت در 24 ساعت شرکت‌های مخابراتی خدمات ارائه میکنن. تنها شرکت دولتی است که 24 ساعت خدمات ارائه میکنه و هم مشکلات بسیار عمده خود داشت که ما در قسمت باجگیری مشخصا شما نگفتین که آیا این شرکت‌های مخابراتی باج میتن بر طالبان و همچنان زورمندان محلی؟ اگر ما بفهمیم که باج میتن و ایره بتانیم ثبوت کنیم که باج میتن، معلومدار به اونا تحت پیگرد عدلی و قضایی قرار میگیرن. هیچ گزارشی به شما تاکنون نرسیده در این قسمت؟ برای ما اتهامات موجود است اما اثبات تا حال نشده. ما نه ما و نه اتهامات تا چی حد است؟ یعنی به چی منزان باج تاکنون داده شده و داده میشه؟ خب بالاخره اگر ما ایره بفهمیم میره خب به تعقیب عدلی و قضایی میشه. خود نمیشه که ما اگر تنها ایره اتهام است بفهمیم. پس چگونه اتهام است؟ خب بالاخره هر کس میگن که باج میته، تاجر باج میته، کسی که زمین کشت میکنه، گندم کشت میکنه باج میته، زمانی که شما آقای حارس زمانی که شما این معلومات نداشته باشین و نظارت نداشته باشین بر کار شرکت ها، پس چگونه شما مدیریت بهتر میکنین کار از اینا را؟ چرا ما نظارت از کیفیت خدمات مخابراتی میکنیم. مسئله پولی را معمولا در مجموع در کل مربوط به وزارت محترم مالیه میشه. ما این مسئله پولی نیست، مسئله باج دادن شرکت ها به مخالفان مسلح دولت و همچنین زورمندان محلی است که میتونه خیلی زیانبار باشه، چون در هر ولایت این عمل میتونه که تکرار شه و بر خدمات شرکت های مخابراتی را محدود بدون هیچ شک ما نمیگیم که زیانبار نیست. اما طور که خدمات شرکت های مخابراتی برای دولت کلانترین مالیه دهنده دولت هستند، اما حتما تمام مردم زورمندا مخالفین مسلح هر کس میخواد ازشان پول بگیره. اما اگر ما بتونیم که ثابت بسازیم، این مطمئن باشین که دیگه کیفیت خدمات مخابراتی نیست، این مسئله همکاری با مخالفین دولت است که حتما نیروهای ارگانهای حراست از قانون ما جدی را تعقیب خواهد کردن و حتما میکنن. اما تا حال هیچ نوع ثبوت وجود نداره که ما بتونیم نظر به او شرکت های مخابراتی را متهم به باجدهی بکنیم. بله، خارج بیان ریاضی هم صحبت بکنین. زمانی که با این چنین رویدادها شرکت های مخابراتی روبرو میشن که سایت های از اینا، آنتنه های مخابراتی از اینا تخریب میشه، چقدر هم تاثیر داشته بر سایه پوشش خدمات مخابراتی؟ بدون هیچ شک ما به اندازه یک شبکه مخابراتی را از دست دادیم از شروع خدمات. ما در حدود 1000 پایه آنتن تا حال از دست دادیم. 1000 پایه آنتن به معنای یک شبکه مخابراتی در افغانستان است. متاسفانه این تاثیرات فوق العاده زیاد خود داشته، پوشش فوق العاده پایین آمده و از طرف دیگه با وجود که بعضی شبکه‌ها 30% شبکه‌ها عملا شبانه خاموش هم میشه. این تنها حریق و تخریب پایه های آنتن نیست، خاموش شدن شبکه‌های مخابراتی هم یک چالش برای مردم است که متاسفانه ایره هیچ کس متوجه نمیشه، مخصوصا مخالفین مسلح که این یک باج سر مردم است. تشکر، سپاس از اینکه منظورتون خیلی سپاس. ممنون.